نماینده روسیه: روند تهیه پیشنویس توافق احیای برجام در حال انجام است. موشک قاسم به میدان آمد. هاشمی طبا: هیچ کس نمیتواند کاری انجام دهد. القسام: حمله موشکی بزرگ به تل‌آویو انجام شد. و حمله تند آذری جهرمی به مسئولین. سلام، اینجا رها نیوز. به گزارش اسپوتنیک، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین اظهار داشت گفتگوهای وین درباره برنامه جامع اقدام مشترک در زمینه‌های غیر رسمی مختلفی به پیش برده شد که این گروه‌های کاری شامل برداشته شدن تحریم‌ها، موضوعات هسته‌ای و اقدامات عملی برای احیای این توافق بوده است. اولیانوف در حساب توییتری خود در ادامه می‌نویسد: روند تهیه پیشنویس در حال انجام است. در صورت نیاز می‌توان کمیسیون مشترک دیگری تشکیل داد. در خبری دیگر، سخنگوی شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین از بکارگیری موشک‌های جدید و پیشرفته در نبرد با رژیم اشغالگر از جمله موشک قاسم خبر داد. ابو حمزه ضمن اعلام اینکه شعاع موشکی امروز مقاومت فلسطین به تل‌آویو، اشدود، اسقلان، سدیروت و دیگر شهرهای فلسطین اشغالی میرسد تصریح کرد: هنوز غافلگیری‌های زیادی برای دشمن داریم. در خبری دیگر، مصطفی هاشمی طبا گفت: با تمام احترامی که به آقای لاریجانی میگذارم و باور دارم در حد ریاست جمهوری است، اما قادر نیست کار ویژه‌ای انجام دهد. حضور سید ابراهیم رئیسی و علی لاریجانی مهمترین اتفاقات روز آخر ثبت نام ریاست جمهوری است که میتواند بسیار تعیین کننده باشد، زیرا این دو شخصیت شاخص‌ترین افرادی هستند که در انتخابات ریاست جمهوری رقابت خواهند کرد. مصطفی هاشمی طبا در تحلیل ورود سید ابراهیم رئیسی به انتخابات به نام نیوز گفت: به نظرم میرسد که اگر آیت الله رئیسی در قوه قضاییه میماند بهتر بود، هم برای خودشان و هم برای دستگاه قضایی. اما حالا که ایشان به میدان آمده است، باید دید که آیا همه اصولگرایان بر او اجماع می‌کنند یا آنکه میان نامزدهای اصولگرا هم رقابت خواهد بود. او ادامه داد: من باور دارم همه دولت‌ها ادامه هم هستند و در سیاست‌های اصلی هیچ کدام فرقی با هم ندارد و اینکه میگویند اگر فلان شخصیت بیاید اوضاع تغییر می‌کند حرف درستی نیست، زیرا تا زمانی که یک اجماع ملی برای تغییر سیاست‌ها در کار نباشد وضعیت همین است که می‌بینید و به نظر من فرقی نمی‌کند اصلاح طلبان روی کار باشند، اصولگرایان بیایند یا حتی جبهه پایداری پیروز انتخابات شود و هیچ کدام از اینها نمی‌توانند مشکلات اصلی را حل کنند. هاشمی طبا در پایان گفت: اینکه کدام یک از آقایان رئیسی و لاریجانی انتخاب می‌شوند بسته به تبلیغاتی دارد که انجام می‌دهند، اما باز هم میگویم که کار ویژه‌ای از دست هیچ یک از اینها بر نمیآید. من خودم هم به دلیل آنکه باور دارم هیچ اتفاق مثبتی نمیتوان رقم زد نامزد نشدم. سال 96 تصور میکردم میشود کشور را به سمت اصلاح امور و حل مشکلات برد، اما حالا معتقدم که هیچ چیز قابل رفع و حل شدن نیست. در خبری دیگر، رسانه‌های اسرائیلی از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار عملیات راکتی در تل‌آویو و شهرک‌های صهیونیست نشین اطراف غزه از حمله قسلان و اشدود همزمان با پایان مهلت 2 ساعته حماس خبر دادند. پیش از این رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند که همزمان با پایان مهلت 2 ساعته حماس به صهیونیست‌ها، ابوعبیده سخنگوی گردان‌های القسام تا لحظاتی دیگر سخنان مهمی را از آنتن زنده شبکه ماهواره‌ای القصا بیان می‌کند. بعد از آژیرهای هشدار، ابوعبیده سخنگوی گردان‌های القسام اعلام کرد: ما در واکنش به بمباران برج الجلا حمله بزرگی را با 10 موشک به تل‌آویو و اشدود انجام می‌دهیم. رسانه‌های اسرائیلی با انتشار این تصویر نوشتند که گروه‌های مقاومت غزه
تعداد بسیار زیادی موشک و راکت به سمت مرکز فلسطین اشغالی از جمله تل‌آویو شلیک کرده است. مناطق دورتر از تل‌آویو هم نیز هدف حمله قرار گرفتند و موشک‌های مقاومت حتی تا نزدیکی نابلس و نتانیا نیز پرواز کردند. برخی منابع میگویند در عرض چند دقیقه بیش از 30 فروند راکت و موشک فقط به تل‌آویو شلیک شده است. به نوشته رسانه‌های اسرائیلی صدای آژیرهای هشدار به طور ممتد در تل‌آویو و دیگر مناطق به گوش می‌رسد و خواب را از چشمان صهیونیست‌های اشغالگر ربوده است. خبرنگار شبکه الجزیره از فلسطین اشغالی گزارش داد راکت‌های شلیک شده از نوار غزه به منطقه هشارون در شمال تل‌آویو رسیدند. سامانه‌های پدافندی گنبد آهنین برای رهگیری موشک‌ها تقلا می‌کنند، اما تعداد آنها بسیار زیاد است. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که از حجم گسترده عملیات راکتی و موشکی گروه‌های مقاومت فلسطینی غافلگیر شده، بامداد یکشنبه به رجزخوانی تلویزیونی علیه نوار غزه پرداخت. نتانیاهو با منصفانه توصیف کردن کشتار کودکان و زنان فلسطینی در نوار غزه مدعی شد هیچ جنگی تاکنون منصفانه تر از این نبرد نبوده. آنها به ما در تعطیلات حمله کردند و کودکان ما را کشتند. به نوشته رسانه‌های صهیونیستی وی با اشاره به تماس تلفنی که با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا داشته گفت بایدن و کشورهای مختلفی از جمله اتریش، اسلواکی، جمهوری چک ابراز حمایت و همدردی کردند. آنها می‌دانند که ما منصفانه می‌جنگیم. و در خبر آخر محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت انتخابات فرصت گزینش راه پیش روی یک کشور است، فارغ از اینکه چه فردی و با چه گرایشی انتخاب می شود. در بسیاری از حوزه‌ها تصمیم‌های کلانی گرفته می شود که تا سالها ریل سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در کشور را تعیین می کند. 3 محور از تفاوت میان رویکرد زنده ماندن و زندگی کردن بررسی شد. امروز به 4مین جنبه از این تفاوت‌ها یعنی اشتغال خواهیم پرداخت. نرخ اشتغال را به راحتی میتوان بالا برد. بله، به سادگی. مثلا تعریف شغل را تغییر دهید و بگویید هر کس در هفته 1 ساعت کار کرده شاغل است، یا مثلا بگوییم از دید ما کار در منزل شغل است و آن را به جمعیت شاغل اضافه کنیم. شغل بدون بیمه و تضمین دستمزد هم جالب است. حتی راه‌های ساده تری هم دارد. مثلا به جای اینکه هفته 1 بار خیابان‌ها را جارو کنیم، در روز 3 بار جارو کنیم. آن وقت می توانیم تعداد رفتگرها را 3 برابر کنیم. البته این 2 مورد نه یک شوخی بیمزه که حقیقت تلخ و تجربه تلخ طی شده در سالهای گذشته بوده است. نرخ مشارکت جوانان در اقتصاد در ایران امروز کمتر از 26% است، در حالی که در کشورهایی مانند استرالیا 68% یا هلند 70% است و نرخ بیکاری جوانان نیز در همان حدود 26%، در حالی که در کشورهایی مانند آلمان 5% و یا حتی مصر این عدد 19% است. ما تبدیل به جامعه‌ای شدیم که ظرفیت مناسب برای جذب نیروهای توانمند و جوان را از دست داده ایم. حذف خودخواسته از جوانان و تحصیل کردگان که در روند مهاجرت، افزایش استرس‌ها و افسردگی‌ها بروز یافته. البته می توانیم خوشحال باشیم که در این رویکرد راه‌های دیگر مثل کشتن بیکاران آزمون نشده است. چالش اصلی سیاست اشتغال در ذهن سیاستگزاران است. وقتی شغل صرفاً به عنوان محل درآمد نگاه شود، همان جایی است که ما شروع می‌کنیم به سر کار گذاشتن مردم به جای فرصت کاری ساختن. وقتی درآمد تنها ویژگی شغل باشد، یعنی ما شغل را ابزار زنده ماندن دانسته‌ایم.